طلسم پول، ثروت و برکت و محافظت از پول شما. سلام بچه ها. این استاب از ترکیب چند سیجل قدرتمند به دست میاد. انرژی چندین سیجل رو در خودش داره و مخصوص مردمان کهن هست. اومدم برای اولین بار یه استاب قدرتمند برای پول، رزق و روزی فراوانی، بی‌نیازی و حتی محافظت از پول و ثروتتون بهتون ارائه بدم. هرچی که از قدرت، توان و انرژیش بگم کم گفتم. بچه‌ها این باعث میشه که ناگهانی از ذخایر خداوند پول بسیار بسیار زیاد وارد زندگیتون بشه و هم برکت داره و زود خرج نمیشه و میتونید تا مدت طولانی این پول رو سیف کنید و از همه جالبتر و مهمتر اینه که از مال و ثروت خودتون هم محافظت میکنه. بچه کارش خیلی قدرتمنده، شما خودتون باید انجام بدید تا بهش پی ببرید. این کار جزء کارهای خیلی خاصه. شکلی که بهتون در ادامه نشون میدم یه حساب خیلی قوی است که کد کیهانی هم داره و 100% برای همه نتیجه میده. فقط قبل از انجام دادنش باید ارتعاش و انرژیتون بالا باشه و اعتماد و اعتقاد داشته باشید که شما هم جزء اون 100%ی باشید که رزق و روزی و پول میاد توی زندگیتون. بچه این عکس رو شما باید پرینت بگیرید. حالا الان بهتون میگم چجوری. اول اینکه ترکیب استاب و کد کیهانی قدرتمند رو دارید میبینید. بهتره که با رنگ سبز پرینت بگیرید. حالا بچه موقعی که میرید برای پرینت گرفتنش حتما اولویتتون این باشه که بین رنگ سبز و آبی حالا یکیشو انتخاب کنید. بهترینش همون سبزه. حالا اگه سبز نداشت شخصی رو پیدا کنید که براتون پرینت رنگ سبز بگیره. و خب اگر خودتون هم نقاشیتون خوبه و میتونید از روش بکشید، روی کاغذ سفید یا کاهی بدون خط اینو با خودکار یا ماژیک سبز رسم کنید. بچه وقتی کشیدید 3 بار با زبونتون روش زبون میزنید، یعنی DNA رو روش میدید و 7 دقیقه نه کمتر نه بیشتر بهش خیره میشید. بچه این خیره شدن اینجور نیست که حالا پلک بزنید یا نزنید، هر جور که راحتید 7 دقیقه بهش نگاه میکنید و پولداری خودتون رو تصور میکنید. در بالاترین حد پولداری میبینید، نه یه چیز معمولی، یعنی جوری که خیلی خیلی پولدار هستید و کاملا بی‌نیاز هستید. 7 دقیقه رو تصویر سازی میکنید. بعد اینکه 7 دقیقه انجام شد اینو برمیگردونید، مشخصاتتون رو پشتش مینویسید و اون چیزی رو که میخوای و از همه خواستره، مثلا میخوام مولتی تریلیاردر بشم، خب بچه همین رو مینویسید و در کنارش مینویسید و فلان ماشین رو میخوام یا فلان خونه رو میخوام، مشخصات اون خونه و ماشینی هم که میخواید. پس این نکته فراموش نشه که اینجوری بنویسید مثلا میخوام مولتی میلیاردر شم و فلان ماشین رو بهم بده و فلان خونه رو بهم بده، در راستای پول و ثروت و رزق و روزی. بعد از اینکه اینا رو نوشتی بنویس شد هر آنچه که باید میشد، خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. ای فرشتگان از شما ممنونم، ای کائنات، ای مادر زمین سپاس و شکرگزارم. و بچه ها اینو یه جایی میذارید که جلوی چشمتون باشه، میتونید تو کیفتون بذارید، میتونید بذارید عکس زمینه گوشیتون باشه یا هر جایی که زیاد میبینید باید جلوی چشمتون باشه، یا اصلا میتونید بزنید روی دیوار یا میز محل کار. ولی خب اینم باید رعایت کنید که فقط باید یه دونه ازش داشته باشید. حالا یا پرینت میگیرید یا میکشید باید یه دونه باشه، یه دونه کافیه. خیلی مهمه که باش ارتباط چشمی بگیرید و خیلی قویه. تا 9 ماه براتون از نظر مالی جواب میده و اگر بعد از 9 ماه احساس کردید بازم نیاز دارید، اینو با یه شمع سبز رنگ میسوزونید و فوت میکنید و کائنات باد ببره. بعد از 14 روز بخشش شکرگزاری میکنید و یه دونه جدید میکشید. نتیجهتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید.